جشن گیرید، خرسندی کنید. 12 روز 14 روز جشن نوروز است. در ماه 12 14 قریب که یک ماه نوروز میکنند. نصیبتان کند خدای تعالی. خرسندی را تیاد، امانی را تیاد. خرسندی کنید، شعر خوانید، زحمت کشیدن فراموش نسازید که امسال تاجیکستان جشن تاریخی خود را قید میکند. یعنی ما 35 ساله میشویم همچون کشوری صاحب استقلال. ما این شب امروز میبینیم که در دنیا چی گپ است. ما امت مسلمان باید زیرک باشیم، هوشیار باشیم. میگوید در شریعت مومن برادر مومن. در روزهای سختی باید یکدیگر را دستگیری کنیم، یکدیگر را کمک کنیم. بار دیگر به همه شما، کل مردم تاجیکستان، حوزه تمدن نوروزی، صلح و امانی، تینجی و آرامی، فیض و برکت را آرزو دارم. خوشبخت باشید. نوروزتان مبارک باشد. جوانان من به شما مراجعت میکنم. این وطن شماست. این سرزمین اجدادی از شماست. سرجم شوید، خوانید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید. آینده وطن خود را شاهی بکنید، دیده سعادت جهان را. کل مردم تاجیکستان، پدر و مادران، بار دیگر دعوت میکنم که با علم آموختن، کسب و هنر آموختن فرزندان صدچند کمک کنید. صدچند در این جهان هزاره سه همان ملت ها، همان دولت های عمر و بسر برده میتوانند که اگر از لحاظ علمی و تکنولوژی پیشرفت باشد، از لحاظ سوادناکی ملتشان پیشرفت باشد. ملت چقدر باسواد باشد، صاحب کسب و صاحب هنر باشد، محتاج به یگان دولت نمی شود، محتاج به یگان کس نمی شود. نوروز من 10 ساله ها خیلی زحمت کشیدیم که جهانی شود. نوروز انا همین شب روز برای جامعه جهانی همچون باد و هوا ضرور است. جشن نوروز، جشن احیای طبیعت، زنده شدن از نو طبیعت، زندگی نو. یعنی این خواسته انسان است. طبیعت و انسان باید دوست باشند، باید صلح و ثبات و در وحدت ملی در جهان ملی زیست و زندگی کنند. همین است. نوروز سال نو و همه خرسندی. بینید که در جشن نوروز از کودک خرسال گهوارگی تا کلانسال 100 ساله همه خرسندی میکنند. همه لباس های ملی ببر میکنند. صرف نظر از دین و مذهب و نژاد و ملت و دیگر همه خرسندی میکنند. نمیگویند، نمیپرسند ملت چیست. همه دسترخوان میگشایند، همه یکدیگر را آغوش میکنند. و بینید که در جشن نوروز، در روز نو، همه از دل و از قلبای خودشان کینه و عداوت را دور میکنند. یعنی دوستی میجویند، پاکی میسازند،
پاکی میخواهند، صلح و امانی میخواهند و آرزوی امید ما شما نیست. کل مردم تاجیکستان هم همین است. دعا میکنند دائم که بگذار سال نو اجدادی فیض و برکت بیارد، صلح و امانی باشد در هر یک خاندان، نه که هر یک خاندان تاجیک، در هر یک خاندان دنیا.